برکی شهر کابل است که کارش دیگه تا جای تکمیل شده و فعلا دیگه سر چهار راهی کار میکنن. اینجا کار نیست. لوحه های ترافیکی را میبینین دوستان عزیز کنه زده شده. شخصا گله از دوستان عزیز، شخصا گلالای است که این محصولاتش میگذاریم. این دیگه تا اینجا دوستان عزیز از دیگه بالا میشه موترا و از زیر زمینی میبراین. این سرک عمومی دوستان عزیز و کهکشان پیزا شاپ و جوس هاوس. کابل کراون از دوستان عزیز در تصویر میبینید و کلوله پشت شهر کابل و چهار راهی شهید نور محمد مجددی. سلام و درود نثار تمام شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، ما دیگه تقریبا در کلوله پشت شهر نو هستیم و به طرف چهار راهی ترافیک میریم. البته از طرف برکی شهر کابل دیگه همونطور سلو میریم. این طرف هم که میبینین دوستان عزیز همون زیر زمینی برکی شهر کابل است که کارش دیگه تا جای تکمیل شده و فعلا دیگه سر چهار راهی کار میکنن. اینجا کار نیست. لوحه های ترافیکی را میبینین دوستان عزیز کنه زده شده و گفته شده که هر کدام به کجا میره. تا شهر 92.7 کیلومتر راه است، تا قلعه فتح الله را تقریبا درست معلوم نمیشه. من فکر کنم دوستان عزیز 2 کیلومتر زره و جرام. تا میدان هوایی 7.4 کیلومتر است و تا چهارراهی شهید 3.5 کیلومتر راه است. برعکسش هم نصب نکرده هنوز، فقط رفتش نصب کردن. تا قلعه فتح الله را 3 کیلومتر از دوستان عزیز. تا میدان هوایی هم 7.6 و تا چهارراهی شهید هم 3.5 کیلومتر یا 3.5 کیلومتر راه است. در دوستان عزیز متاسفانه که پیاده رو نداره اصلا و ما مجبورن دیگه این طرف بغل سرک هم تو بریم تا جایی که سرک عمومی باز شده و سرک عمومی باز پا بگذاریم. این طرف خانه ها رو دوستان عزیز زیاد گفته بودن میره، نمیفهمم که خانه جور میشه و یگان چیزای دیگه، اما تا فعلا خوب دستکاری نشده. ببینید که بعدا چی میشه. جایی که سایه هست دوستان عزیز مثل این جایی که ما را میرم ببینید یخهایش هنوز آب نشده، باز نشده هنوز. آب شدنش خوب در جایش. میگن که در سرک عمومی که موترها هنوز دوستان عزیز حق اجازه ورود ندارن. ما بریم با پیاده رو دیگه خوب باز است، اما با مردم باز و موترها اجازه نیست چون که آخر راهش باز مسدود است. اون از اونجا باز موترها دور میخورن پیشتر. شخصا گله از دوستان عزیز، شخصا گلالای است که این محصولاتش میگذاریم. این دیگه تا اینجا دوستان عزیز از دیگه بالا میشه موترا و از زیر زمینی میبراین. این سرک عمومی دوستان عزیز و کهکشان پیزا شاپ و جوس هاوس میبینین و اون طرف چهارراهی برکی هم بند است و موترا منتظر هستن تا چهارراهی باز شود. این موترک‌های برقی در افغانستان دوستان عزیز نیمه برقی البته بسیار زیاد شده. طرف ورکشاپ ها هست دوستان عزیز و یگان چیز دیگه موتورشویی هم هست. اینجا بچه ها دوستان عزیز یه باز جای خالی میبینن، البته تا جایی که موترها دور میخورن. از طرف دیگر رو یه وقتا هم میاین به تفریح و ساتری و این چیزا.
آشپزخانه پایتخت هم در این بخش از دوستا. و کابل کراون هم از همین دور هم تو زیبا و مقبول معلوم میشه. این طرف در این سرک موتر رفت آمد نداره چون مسدود است و فقط نگان موترهایی که نمیخواین دیده او طرف برن راه خورده از باز میای اینجا. دوستان عزیز یک چیز براتون بگویم به صورت معلوماتی، اینجا یک ورکشاپ است که هایبرید ورکشاپ است، هایبرید ماستر ورکشاپ که کلا موترهای هایبرید اینجا ترمیم میکنن. اینو میبینید اینجا کلا موترهای هایبرید استفاده است. مثلا نمی کمری هست فکر کنم، بله کمری اکسلی هایبرید است و بقیه موترها اکوا و پیروز چیزا تمامش دوستان اینجا به صورت بسیار تخصصی جور میکنن. یا هر وقت موتر برقی داره اینو موترتان دوچار مشکل میشه حتما همینجا به اینو جای اصلی ورکشاپ تکنیکی هایبرید همین بخش کابل است. دوباره کابل کراون در تصویر میبینید دوستان عزیز و چهارراهی ترافیک یا چهارراهی شهید نور محمد مجددی. کابل کراون از دوستان عزیز در تصویر میبینید و کلوره پشت شهر کابل و چهارراهی شهید نور محمد مجددی. برفا دوستان عزیز هنوز آب نشده و سراسر کابل پر از برف است و مردم خیر ببینن برف باز در گلدان ها انداختن تا از روی سرک هم پاک شود و یک فایدهشون به طبیعت هم برسن. و این طرف دوباره دوستان عزیز کابل کراون هم میبینین در تصویر که بسیار یک ساختمان زیبا و مقبول است خصوصا در شهر کابل. ماشی طرفتر برین دوستان عزیز از پیاده رو که براتون درست‌تر نشانش بدم. راه های موتر نیست دیگه دوستان عزیز، پیاده رو هست فقط. این داره اون کلالا پشته دوستان عزیز و این هم کابل کراون کلالا پشته یا چهارراهی ترافیک. خوب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کرده در کانالم که سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانه به الله متعال و پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.